نی وجه وشی سوال وزیر سجده کتو رب دانا لیکن چند کلمه عرض کنی چه شیر گویا یا او محمد هستم شیر گویا حرامزادگا گرت گوشی گوشتی سوال خاطر جمع به که آیا موتی غضب تو کا گرفتار کنی او جهنم واصلی کنی حالا تو برو بانده بیای نوشته ترا دون آچه که لکتا با ای سرا آر روشت و رفتار بکن تا علاج مشیگه بکنم او سوال حرام زادگا دوباره گوشی سجده کو شیر گویا دانا رفت لیکن چند کلمه چینچو کلمه خبر لاته چه امیر ارسلان گوش بداره عرض کنه چند کلمه دیگه گوشین گوش شیر گویا که ای حرام زاده شیرگویا که ای حرامزاده چه ساهران زبردست طایفه جان بیتگه آی نام اصلی زلخمار پیر نامی هسته آی نام زلخمار پیرت مدت 100 سال بیتگه که با پوش به جلد شیر توکا رفتگه پوستی شیری گوری کتگه شیر پوستو کا رابطه با زبان فصیح خبر کنتے یعنی زنده گوٹا گو خبر کنتے دستگاه خداوندی رای دور داتا پروات جمعی کتا چتگی که مردمان طایفه جان بن جان تمام مملکت جان چه دیو و جن و گول و لاکیس هرچی هستن اوکی خدای زانا خدای پرستش کتا الکسته وشی سوال وزیر حرامزاده آشپا گو فکر خیال راحت وقت صبح پادت با کلاتا همه شیرگویای گر رفت در برابر آیگا سجده ای که شیرگویای کشیش حاجبا که وطمنا محرم همه خدای وطمنا پیغمبر مزنین پیغمبر همیشی همه شیرگویای هسته همه حاجبا که محرمتی لوٹتی یه لوله کاغذ کرا دستایی بیتگه گوشتی ایشیا بزیر با سهیل وزیری بده کشیشا پا ادب تمام اد کاغذی زرد چوکت به دست سهیل وزیری داد سهیل وزیر هم چوکه سجده ای کو دانا رفت به شهر رفت کاغذی پچ کو تو دیدتی که لکتا کاغذ سرا که ای سهیل وزیر همه که امیر ملک ارسلان رومی اتک توگو ارکان وتی دولت ایان دولت با استقبال آیه بروی آچه لازم استقبال بندگی هستیں بجا بیاری آیه احترام کنی همه که اسلام لوٹتی بشما اسلام بکن مسلمان بکن و بوشه که میں تکلیف که شما همه که شما را پا شما بروی بندگی آیی بکنی همه که اسلام با شما لوٹی تکلیف بکن شما را مسلمان بکن بوشه ما را یه مطلبی هسته اگر میں مطلب تا امیر ارسلان پورا کنه ما مسلمان بای حتما اوشی چیه شما مطلب چیه شما بوشه در یک کیلومتری یک پرسقی یه شهر کوه یه جنگلی هستن یه اجزای در آن کوه منزلی ها ماه یک رنده دانا کہتے ہیں هرچه گوک و پس مردم آی دیما که تری درست انگری وارتے ہیں ضرر کلی مارا رسینی داها بار لشکر ما کشتا لورتا ای علاج ای اجزایگا بکنه نتونتنگی اگر تو که امیر ارسلان هسته امیر ارسلانه علاج ای اجزایگا بکن ما درو مسلمان بین و توکا بندگی تایگا بگردنا دور دیں وقتی که امیر ارسلان رومی یہ خبرہ بشکنتے ہیں چه گروری که داری بچنگ اجدیا کہتے ہیں او بجنگ اجدیا کہتے ما گوڑا آٹی ما
پیشیا پا قدرت و تیگ آیا و سپاه آیگا دفع کنم، این نابودی کنم. سهیل وزیر حرامزاده سک خوشحال بید، شادان بید. امیران و وتی دستگاه دولتی، رجال دولتی هرچی هسته به خلوت بردند. نوشته گواهان وان تو تمام قبول کد. چند کلمه عرض کنی چه امیر ارسلان عرض کنی چند کلمه چینچو خبر چه امیر ارسلان نامدار بود تمام جا منزل به منزل کت مراحل با ته منازلی کت و دن رسید به دروازه برابر شهر ملک جانشاه. خیمه جد و خرگاه و هرگاه اوشی با پا کت آشا پمودا گوازین تندن در آیگاه روچه جانتا و امیر ارسلان نامدار سرچه بستر و آبا استراتا پادد گود پادشاهی اوشی پوشتی گوری کو و بارگاه رب به تخت قرار گرفت. ملک اقبال شاه، ملک شاهرخ شاه و آصف وزیر و امیران جا به جای ود قرار گرفتند. چه در بارگاه گلگله پادد که یا شوری آوازی و سهیل وزیر حرامزاده گم بزرگان وتی مملکت امیران گم رئیسا مملکت سرلشکران در بارگاه امیر ارسلان داخل بیتن. در برابر تخت امیر ارسلان تمام زم پوتی گردنا و سر دنا سر برهنه سر وتی دنا کتکتن تعظیم و سجده کت و سپ کشت اشتاتا امیر ارسلان جز کو جماعت چه خبر هستین شما کی و چی لوٹی؟ سهیل حرامزاده عرض کود قربان ببین ما بنده آستان سهیل وزیر ملک جانشاه هستم. ایشان هم سرگردان و امیران ایان مملکت جان بن جان هستند. خیر مقدم مبارک شما ما اشکتات کگین سر پاد برهنه بتی آستان حاضر بیتگین دیگه امری چه تی مستر جلالا ملوٹن برسینی مارا امری ها اگر بزانه که چه کنه شی اگر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد ور بخوانی عجب از گایت احسان تو نیست. شی اگر تو بزانه چه کنه بنده ما تی فرمان برداریم تی فرمان برین اگر بلوٹه عجب چه تی احسانا دن نه تی احسانا قبول کنی. امیر ارسلان گوشت آفرین به تو. آصف وزیر اشاره کد چه جاگه پاد شمس وزیر زمی چه گردنا چس کتو اما ما وطمنا پاگی بس سوال وزیر سرا دا کلاهی دیگرانی سرا هم ایر کتو صندلی ایر کو آرام گرفتن. بعد چه آیا بارگاه آراسته بیتو امیر ارسلان دیم گو سهیلا کتو گوشتی وزیر الحاق دیو ما کجاییم؟ اشکتا که ما منیر دختر پادشاه شما شپی پازر که کسر پازر دوزتگی اتکا ما به طلب مامونیر اتکگم. آیا تو چه الحاق دیو مامونیر خبری داره؟ مکان منزل دیو کجاییم؟ زانه ای جاگه سهیل حرامزاده عرض کو قربان ببین ما آچه اشکتا راستی الحاق دیو مامونیری آرتا ساله هستن که آیا عاشق جمال ملکه بیتا تا ای که آیا به چنگی آورتا و منزلی در کاله سنگباران هستیم. امیر ارسلان گو نزانه مامونیر چطور رفتار کن ملکه باید تمکین کنتین یا خیر؟ سهیل عرض کو قربان به چه قراری که گوشن روچه که ملکه یاورتا آیی تمام گریت و هرچی الحاق دیوزاری کنتین آیا تحویل نگیری آرام نگیری. امیر ارسلان خوشنود بیت و گوشتی ده هر صورت تو باید بروه تای دروچ آچه که مقدور بی سپاه حاضر کنه که به زودی علاج ای حرامزاده بکنه.
سهیل وزیر عرض کو قربان بگم بنده مشکلی هستینو که به خاک پای مبارک شما ما مشرب بیتگو اتکگو و امیر ارسلان جست کو تی مشکل چیه وشی قربان بگم ما الحاق دی ما منیر جای نروان طوری آهان نبی که رعیت چه دستا روتیں آچی بیتا که طلب بیتیں هیچ بکه چه فکر و هیچ یک چشان نتا چه هم دیا امیر ارسلان گوشت پرچی سهیل وزیر عرض کو در یک پرسکی همه شهر جان جنگلی هستن که مزنی جنگلی و آ جنگل همیشه گو کو پس این شهر 3 سال هستن در این جنگل اجدیای پیدا بیتا آچه گو کو پس و شپانک مای جنگل روان چه کوها پا چیرا که روان وارته کار با مردم تنگی کتا به نزد ما اتکگم ما کتگن کتا دیگه کسی با جنگل مرو مدت کسی در طرفا نرفته روچی نشته بیتگتون دیتون که شهر به هم وا شورش بیت جستو که چه خبر هستیم گوشتی اجدیا به شهرات که نزدیک 1000 نفری وارته همه که ای خبرون اشکود بارها لشکرون کشه چندین 1000 نفر من طلب کو علاج اجدیای نتونتون بکنم حالا مدت 1 سالی هستین که هفته یک رنده به شهرها کهتین جنین و مردین چوک و مزن و کسان هرچی گیری کهتین وارتین و روتین تا که امیر ارسلانه و سکه مردی در تمام عالم که تو جتا علاج ای اجدیای گا بکن ما اهل ای مملکت تمام مسلمان بین و اهل تی تبلو پاسو گویی بین تی غلام بین و به خدمت الحاق هم روین شاید علاج اجدیای هم بکنیم گوشی یا تو علاج بکن و مسلمان بین اگر نکنه گوڑا ما مجبور بین یا روین به خدمت الحاق روین الحاق دیو که آئی علاج بکنتے چاہی خبر رگ غیرت امیر ارسلان به حرکت ات بشتی چه جب تک جنه اگر من متونو الحاق آئی دب کنتے الحاق دیو تونتے سوال وزیر گوشت گوشتی من که اول به شما عرض کنگم که چه مردان عالم نشان داره بسم الله امیر ارسلان به گلیزا درات گوشتی نامرد روزگار بو اگر تا اجدیایا مکشون آرام بگرم ملک اقبال شاه پرزند ادا پایتخت مملکت جان هستی گرگان و رندان در این سرزمین هستن بخصوص بتو که در هر قدمی دامی تی واسه یه کتا صبر کن انشاءالله علاج الحاق دیو که تو کت وقت کشک اجدیای آسان هستی امیر ارسلان گو قربان با اگر پیش چایی ما قسم موارته بیتیم ما اشکتا چون که قسم موارته به جنگ اجدیا رون یا کشک بون یا علاج آیگا کنون در همه حالتا به ذات پاک خدا توکلون کتا اگر خدا بلوٹی به دریای آب و آس برون به سلامت تر رون اگر اوشی نگهدار منی آییه که من زانو شیشه اما کر سنگ نگهداری داری یعنی نپوشی پس چه آیه با سهیل وزیر گوشت برو این شپی استراحت کن بانده بیا سهیل حرامزاده خوشحال بی زمینی چوکه چه بارگاه در نارفت به جانب شهر روان بی چه ای طرف امیر ارسلان نامدار گو پادشاه پریزاد به نوشگ مه و خبرکنگا مشغول بید در شب به سردست داد هر یک که به خلوت سراپرده وقت رفت استراحت کو در روچ دیگه که روچ درد کو گلرنگ به امر ملک پرهنگ با پرهنگ چه کوهان پر پلنگ و دریای پر نهنگ سری در نارد عالمی چوتی نورا روشن کد روشنی کوشی صبح در آمد به در نگاه رنگ صبح در آمد به در
در نگاه درنگ، در نگاه درنگ زهره فرو رفت، زهره فرو ریخت به یک پاره چنگ. کوس لحد به سر گردون زدن، قافله سالار شد پیش هنگ. در درایگاه روچهگاه جهانتاب امیرارسلان نامدار سرچه بستر وابا راحت پا داد که به حمام رفت سر کله و سپاهی داد. گودی و پادشاهی گراب کتن تو تاج و سرا کو با بارگاه رفت. ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و وزیران امیران یک به یک اتکن با بارگاه آراسته بی که هر یک در بارگاه سهیل که نشتگتن در بارگاه سهیل حرامزاده داخل بی در برابر تعظیم کو عرضی کو. شاه توی که پلک را سوار تدبیرت چگویی در خم چوگان امتحان آورد. به عهد معدلت بره گریخته را گرفت گرگ کشانش سویش شبان آورد. وجه تعریف کتی چه امیر ارسلان یه احترام اشتی و امیر ارسلان گوه مرکب و اسلحه حاضر کو چه جاگه پادت سر تا پاد گرک 114 پارچه اسلحه و رزم بید زم زمردنگار و همایل و خنجر زمردنگار و کمرا بستند چو رستم دستان و سام نریمان به صندلی قرار گرفت. چند جام شرابی چه دست پریزادان آفتاب طلعت نوشیدی چون سری گرم بی چه باده نابا گرم بی دیمگو سویل حرامزادگا کت که وزیر هنی تکلیف چیه که باید به جنگ اجدیا برین. سهیل عرض کو قربان بیم هر وقت راه مبارک تی قرار بگیری بنده حاضروں که رانمایی بکنم. شاید چه صدقه سراتیگا ای مشت رایه چه دست ای بلان ناگهانی آسوده ببن. امیر ارسلان نامدار گوشت مرکب سرسرتک پولاد رگ هامون نورد گونلگامان لال و زین مرسه حاضر کتا امیر ارسلان و ملک اقبال شاه ملک شاهرخ شاه آصف وزیر سهیل وزیر حرامزادک تمام سوار مرکبان باد پیماین بیتن. سهیل حرامزادک دیما دیما مرکبی و تاچن تا یک پرسک چه دور دوره پیش داشت دهنه جنگل نمایان بی. سهیل وزیر گو چه همه جنگل هستن که عرضی کد پیش داشت جنگل امیر ارسلان و قربان بوین این جنگل هستین اجدیا در دهنه همه کو یک گاری هستی همی گاره منزلی امیر ارسلان سوارانی گوشتن شما در همه مکان آرام بگیری تا من برون خبری بیارم. ملک اقبال شاه گو پرزم به جلال خدا ای دام و حیله هستن که ای حرامزادگا ایر کتا خبر مایگا تو نش کنید تا اداعت که پس اول وقت مرو یک نفر دیم بده بگندم چطور بیتیم بعد مختاره. امیر ارسلان ورسا گوشتی جماعت یکی بروتین و تا را نشان بدن تا اجزیا دنا بیای من بگندم چونی جانوری هستین هیچ کس جرات نکو بروتین. ملک اقبال شاه حکم کو که سهیل وزیر وقت بروتین بعد تو اگر آیی نرفت منم نیلون که تو بروی. امیر ارسلان دیمگو سهیل وزیر کد گوشت وزیر تو ادا بهتر زانه اول تو برو و تا را با اجزیا نشان بده بتاچ اگر همه کتی دنبا بیه ما آیا پتیر جنو. سوال حرامزادک چه روی استراری که وطی منه چیه قبولی کو مجبوره مرکبی چه پیشا تاچه چند قدمی که پیشا رفت وارد جنگل بیت که امیر ارسلان صدای مزنه آواز اشکوتی که چون صدای توپ یعنی توپ جنه یعنی بمب جنه چو لب شکسته گوشی بلند بید. سهیل وزیر گو رنگ پریده چه دیما جلوی گوشی هنچو تک سر کله اجدیای چون یا پارچه کو ظاهر بی. شاخان آیی هنچین شاخ گوشی کلاچ کلاچ من کاسه
سره را به در رفتگتن و دفی چون مثل یک گاری پچ کتای دانتان هم دانتانا چون مثل خنجر که دفی به در صدفای دانا ظاهر تا ای دانتان چو خنجر پیماتا و به در ات کرتن و آس خرمان یعنی چو جوهان آس سبکان جوان چای دپاچه من دانا درایگن رچگه نارا جنان و اربده کنان یعنی چیخ جنان و وجه چیال کشم با دنبال سویر وزیر من پیدا گا که زهره شیر نره هموشه آب به رنگ چه صورت ملک اکبر شاه و ایدگران وشی پرت امیر ارسلان نامدارم مثل شیر جیان اوشتاد برابر اجدیا ربط و کمان وتی علاج کوشی قبضه تیار گوشه چه گوشه اوشی وجه قبضه وجه همه تیر کمان اوشی چه نجات دیگه یک تیر خنده گوشی یک تیر یر کتگه ویلی کو وجه همه تیر اوشی سرخس کنان سوپاز سرخ عقاب پرزور دلدوزه اوشی 11 مشت چه چله کمانه که ایر کتگه اوشی 2 پر عقاب و 3 زاگ کمان به هم جمع گشتن در یک زمان نهادن سر به سر دوش هم ندانم چه گفتن در گوش هم اوشی 2 پر عقاب و 3 دانه زاگ من کمانه که هم جمع کتگتن یک زمانی ایر کتن سر به سر به دوش هم کوپگه هم نزانتون چیه گوشت یک کادگر گوشا کمان هم دوش تا دوش گوشت ده گوش کشتی یک بار شستی کتگه که تیر ورشکنان رب به چم راست اجدیا لگید که تم پرو سرخی سر پاز گوشی یک چما لگه اجدیا حرامزاده به قدر 20 زر گوشی چست بیشو په هوا و زمین لگه ناره جگر سوزه چای صدای آیا چه چست بی که ای حرامزاده تیر تو من چما جنه بوشت کتی ماتا بتی ازای بنندینو تا امیر ارسلان لوٹه تیر دگه رها بکن اجدیا حرامزاده کلاچ نفس گوشی چه کمر امیر ارسلان بندی کو آ نامدار هرچی لوٹه خودداری بکن نتونتی مثل یک گنجش که وجه جنگی چه زور نفسا چه مادر به خطای اوشی امی اجدیای اوشی گه وتی دپا کو اجدیای امیر ارسلان گو اسلحه گو زم گو خنجر زمرد نگار وجه ایری بو چه نهاد ملک اقبال شاه و ملک شاروخ شاه و امیران درد اجدیای حمله کد تماما دیم پا تچگا تمام تاتکن اجدیا نزدیک 100 نفر به دم دری کشت گوشی ترد سوال حرامزاده که هنگام دید پرسد گنیمت زانتو به کسان و تیگان به شهره رفت ملک اقبال شاه و ملک شاروخ شاه و آصف وزیر و امیران تمام نام به کمال افسردگی و پریشانی وارد اردو بیتن گم و اندو پرامان در بارگاه رفتن آرام گفتن به گریه و گذاری مشغول بیتن ملک اقبال شاه گوشت هرچی به ای جوان بی عقل نصیحت کنه که قدم به در مملکت بنی جان میل در ای مملکت رندان گرگان هستن که نزانه چه پیما تو چم پچ کنه ترا نیلم پچو تو خبر نزیری خبر نکن ما خبر گوش نداری اسرائیل حرامزاده خبری گفت ما خبری گفتنی بلا گرفتار نبیتگا نصیحت میگه گوش نداری و تارا به ناحق اجزیای وارد و ما را در برابر الحاق دیو حرامزاده آوردی یقین زانه که یک تنه چما به حاق پریزاد پر نتری نرو پسالم آصف وزیر گوشت ای سیر بیتا ملک اقبال شاه گوشت خیر اجدیای بیتا و ای جوان بیشعور و تا به کشتن داد و ما را به محلقه دور داد
ملک شاهرخ شاه گوشت آصف وزیر راست گوشی. چون وقتی که امیر ارسلان تیر به چماجت با زبان پسی ناسزایی گوشت اگر اژدیای حقیقی بیتیں خبری نکتگا. ملک اقبال شاه گوشت به هر صورت با بد بلای ما گرفتار بیتیں. وجه یک کلیپ شما گوش داره دنام 25 دقیقه دیگه کلیپ من چین چومان جتا سعی میگه چهارمیگه الله میاره. حالا کسای چون که دیگه من جنام ویلی کنم شو 5 تا بانده بزن چهارمی من جتا من چطور کنم شما میلی مردم ما حیران و نزان و چه بکنم باور کنم ما گیر کتای کسی جنام این وجه حالا کسای چون که دیگه جنمی چهارم کجا رسته بانه شو وجه نمیشه نصیحتی من قبول نکو ناحق و تر باجدی ها کشگی داد میشه که آصف بازی را ملک شاهرخ شاه آصف بازی را باجدی ملکه وقت دوری داد ملکه شاهرخ شاه ملک شاهرخ شاه گو آصف بازی راست باشی چون وقتی امیر ارسلان تیره جا ناسزایی باشد بالاخره هر پنج بیته آصف وزیر بر صورت به بد بلای دوچار بید. دیم گو آصف وزیر را کت گوشتی وزیر فعلا رمله بکش بگند و به سر امیر ارسلان بیچاره چیت که آصف وزیر رمل و استرلا چه بگلا درار تو رملی و تخته جا استرلابی چه زیر نظر آبتاب روچی داشت و در 16 خانه رملی نظر کو دیدی قربان با امیر ارسلان زنده هستیم و سلامتیم آیی در جای تاریکی منگندگام تارین جاگیی شاید در زندان بیبیتیم طالع آیه در 40 روچا ضعیف ضعفه بعد 40 روچا خلاص بیتیم پت بیتیم اقبال شاه و دیگه اقبال شاه و دیگران خوشنود بیتن تا 2 ساعت شپا که گوستگا ملک شاهرخ شاه و ملک اقبال شاه و آصف وزیر بود چند نفر چه امیران محرمه در خلوت نشتن به خبر امیر ارسلان در میان آنی بید که ناگان سر کله پیرمرد زایده چه درا چادر خلوت نمایان بید اتک نشت و کیفیت چه با خبر بی کف افسوزی به هم سودی کد به هم جت و گشتی هزار حیف که من نبیتم الا من نشتگم میرسم پریبای سوال وزیر حرامزاده بگو ملک اقبال شاه گوه به هر حال کاری هستن که بیته کاش که آیا من خبرش کتن شده کاش که چایا خبری با ما برسته که کجا هستیم به دست کی گرفتاری تا با ای واسه نجات فکر چیزی بکنی که اگر امیر ارسلان مبید جان می تمام در مرض طلب بیتیم گرچه شان حق جان آیه به گردن ما هسته اگر یک نفر چه ما گرفتار بیتیم امیر ارسلان تا آیه نجات مداته آرام ننشتگا پیر زایده و شما تشویش مکنی بننده که به حفظ اردو آیگا با تشویش داشتم به حفظ آیه بگرد وقتی اردو سپاهان وقتی مشغول ببه من هم با تنهایی رام خبری چه امیر ارسلان کارم چه جاگه پا داد که به یک طرف اردوه جتی و رفت اشان در ادا نشتگتن چند کلمه عرض کنه چه امیر ارسلان نامدار همه که اجزیای آیی
وقتی من ایری برد چه های بدین بوا در پیگا آرام زاده گوش بیهوش بید. وقتی به هوش آمد و تا را در باغی توکا دید که هر دوی دست آیی محکم چه پشتا بستگان پیرزال عفریت دیدی که یک چم و تیایی بسته بالای تخت نشته و هشتاد تن چه کنیزان ماسورتین برابر آیی اوشتادگان. همه که امیر اسران چم پچکو پیرزال نعره کشید که ای جوان مادر بخطا ترا چه دعا که قدم در مملکت بنی جان بنده و طلسم قلعه سنگباران ببروشه. یک بار به دزدی در این مملکت عتکه و ربط به خیالت اگر رسی که هنری تو کتا دوباره جورت کتا عتکه تو عتکه و ربط پدا جورت کتا عتکه تو نزانه که هر تکه گوشت به دست صد عفریت و اجنه بنی جان کپیته ترانچو کلن که تو بیای بروه و حرام زاده تیر په چما منیگه جنه اگر چه ترس چه خداوند شیر گویا ون مبیته من تر ریز کتگه امیر سنان گوه ای جلب گیسو بریده اگر خدای 18,000 عالم فرصتم بدنته حاک به کاسه سر تو با خدا وند تو کنم. پتیاره وشی نعره کشتو چند عفریت حاضر بیتن گوشته ای حرامزاده ببری در زندان این شپی بدارید باند صبح و یه دست بسته ببری در قلعه خداوند به دست محرمان و کشیکان بسپاری و برگرده. عفریتان تعظیم کت سر زنجیر امیر ارسلان گفتن آیی به زنجیر خانه برد و زنجیر خانه برده. کربو کرا وجه نمیشته من نمیدونم چی کره بکرا وشی زنجیر خانه برده. کر بکرا به گردشا کرب به گردنش انداختن. هاو منکرا ما چی هستین گرده نه آی نامه کنندن کرب کرا منکرا به گردن دور دا امیر ارسلانه و در بند کشید. شب نه صبح امیر ارسلان نامدار یک کو تانا ما زنجیر خانه به درگاه خدا نالد پریاد کتا زمانی که کرس روچه جانتاب چه زندانا و پیکو بدنات عالمی چوتی نورا منور کت و شی صبح دم که آفتاب نورانی گلوی آهرمن زهم بدرید برگرفت این حجاب ظلمانی قوت بازو سلیمانی. و جان یه 8 کتبی فصل 19 شیرگویا. وقتی که صبح بیت عفریتان زندانبانا داخل بیتن زنجیرخانه بیتن سر زنجیران امیر ارسلان گفتن به طرف قلعه شیرگویا رفتن. کم که راه مسافتی که رفتن که کم که مسافت یعنی کم راه که تای کو کم راه رفتن قلعه ظاهر بود. قلعه شیرگویا نمودار بی ظاهر بود. تمام به سجده کپتن. امیر ارسلان چه اعتقاد آهانی که تعجب کد وشتی تا به در قلعه که رستن اوشتادن. عفریتانی که دربان قلعه بیتگتن یعنی نگهبانتن دربانتن قلعه و امیر ارسلانی که دید اوشتاده پادت کن به درون قلعه رفتن. به کشیشان مزنی که نگهبان مزنی وقتی من کشیشان مزنی که نائب
وقتی من شیر گویاتا و به عرض رسیند که کشیش مسترین پادت و درون گنبد رفت در برابر شیر گویا سجده کو و عرضی کو. وشتی ملکه ریحانه بانو و امیر ارسلان رومی به دست بسته به خدمت شما دیم داده. شیر گویا گوشت آیا داخل بکنیم بیار توکا. کشیشان در ناتت کن سر زنجیر امیر ارسلان گفتن و داخل قلعه رفتن. امیر ارسلان قلعه دید مانند بهشت برین چو بهشت پیما آرایشت و سنبینتگه چه هر طرفا جو نر مانند سلسبیل درختان جاری و درختان میوه‌دار تمام چه طلا و زمرد و یاقوت گونه اردکتگتا. هر چیزی به جای وقت به جای سنگریز که جوان توکا سنگریز بلن یعنی کسانی دوک نه چوسم کسانی دوک نه جوان توکا کنند شنان دوکا اور جای دوکان سنگریزا همی که گوانده دوکان سکان جاگه در و گوهر و مروارید من جدولان توکا آپگا رد کتنده. دور تا دور قلعه هنچین گرپا هسته هنچین کوٹی یاد کتگده. منزل تمام کشیشانی که همی نگابان محرم تا همی شیرگویای دور تا دور همی قلعه یاد کتگده. در وسط قلعه یک گنبدی هسته گنبدی که کبه یاد کتگه نه بلوچی کبه کنه یا گنبدی کنه کبه که یاد کتگه کبه گنبده چه طلای پهمه گنبده اده کتگه کبه نه اده کتگه وجه و در ها آیه چه جواهر با آیه بای گنبده نصب کتگه 400 صندلی طلاهیم پدادگه دور تا دور همه گنبد خیابانا قلعه ایر کتگه تنده. 400 کشیش ریش اسپید تماما لباس شوقه مرسین گرا کتگه و حریره نه هر یکیا و کمربند بستگه یا دست خرید طلاهین گرتک دی به کمر جتک دی که بر زبر همین صندلیان سرا قرار گرتک تا یه دست خرید طلاهین و کمر سکن خنجر جاگه نه یه وقتی منانی درجه که دست خری و تمنا طلاهین و کمر جتلات خنجر جنشان دست خر گرته و کمر جتگه هر یک دست خری طلاهین گرفته بود کمر جتگه و با صندلیان سرا قرار گرفتگه نشتگه. کشیش حاجب که مسترین کشیشه و تمنا که بزرگ درستانیگه مستره بزرگانی هسته نایب و تمنا همشانی خداوند نایبه چند کشیش دیگه که سر زنجیره امیر ارسلان چه دسته هسته عد کم و در گنبد که رستن امیر ارسلان نگاه داشت همده اشتارین ته کشیش حاجب داخل گنبد بید دوباره اجازه گرد آواز مهیبی یعنی ترنده آواز اشکتی به گوش امیر ارسلان رسید که داخل گنبدا چی داخل بید که داخلی کنی و حاجب دنا تحت کمی مسترین و تیمونه کشیش سر زنجیر امیر ارسلان به دستا گرفتی داخل گنبد بید. امیر ارسلان یا دلیز یعنی پولی مزنه دید که همده وصله دیدی که تمام گو طلا و جواهر زینت داد اردو کتا و 100 نفر بریمن مرسپوش با دست خران طلا که بود کمر جتا با صندلیان سرا نشتگن و چند دلیزه ایر کتا و تمنا چوب پول وڑی راه اردو کتا نه جو سینه چی اردو کتا و تمنا میز هم دلیز میز که داخل گنبد اصلی بیتن
چه دلیز رد بی همین کوچه چه کوچه این چی رد بی طلاییم که گنبد اصلی داخل بیتن و مکان شیرگویا هسته که تمام به سجده رفتن به امیر ارسلان گوشت سجده بکن. امیر ارسلان محل نداتا لیکن چم درستانی به مکان کب که اگر تمام زر جواهر دنیا جمع کته نه سلس یعنی رب یعنی سلس زر و جواهر نبیتن که در سقف دیوار ستون و زمین این مکان به کار برتگنده. پرده چه مروارید چه وسطا گنبده آویزان کتگه یا آواز مهیبه چه پشت پرده چست بید که پرده چست کنی تا این مادر به خطای گناهکار من بگندم. پیرمرد حاجب پرده جمع کو چم امیر ارسلان به تخت طلایه کپ که 200 پایه هسته و نر شیری سیاهه و 70 زر و 70 سانت حتما زر حتما سانت بشه کد و بال چه بال به در رفته سر گوشی آیه به طریق گنبد دوارا که ده پایه چو گار پیما چم آیه چو کاسه مشعل هستین تندوران توقع کنه آس روک کنه سوزانا چوشنا مشعل تن روکتا همینه تندوران روک کنه می آس در کشن توقع چی گازان بندان زگام ریچن چه کنن چه مشعل هم وقتی منه تندوران توقع یره کنن نان پچن بر روی تخت وقتگه نه مشعل همه وقتی منه شیرگویا چند موشیایی چو کاسه مشعل تن سوزان مشعل سوزان با تخت سرا وقتگه دنک پرده جمکو پیرمرد حاجب گو کشیشان و برهمان تمام چون مثل درچکیه تاک به زمین نرد کن سجده کو هرچی با امیر ارسلان گوشت جوان سجده بکن اصلا هیچ اعتنایی نکتی وقتی من کشیش حاجبا پشت گردن امیر ارسلان گپ هرچی زور ایجاد که خم بکن مثل سر و آزاد اوشتادگه آواز شیرگویای چست بید شای جوان بخرد هیچ تو زانه تو چه اندازه خیره سر و بیادبی هسته بیا ایتی تمام بیادبی که تو کتگه بیا منه سجده بکن چه خدای نادیده بگز چه سر تکسیرات تیگه من گزم. امیر ارسلان ورچ حرام زاده تو کی کچکه که من ترا سجده بکنم و تا تو چه من تکسیرم بگذه هرچی هم چه تی دستا درکه در حق من بکن چه تو یه کبه کمتر نه یه کچکی و توفیق خدای 18,000 عالم ترا هم مثل دیگران حاک با کاسه سرت کنم. شیر گویا با غضب درات گوشتی مادر به خطا حرام زاده در حضور من بیادبانه خبر کنه بیادبی کنه به عظمت وطن ترا به صورت یک پغلی کنم خرچنگی کنه پغلی کنه تگسی کنه تگسی کنه یا هنی گرم پغلی اڈه کنه. امیر ارسلان گو هر گوه نوارتگه بار حرام زاده پوچ مگو گو این زمانی دو نیمه کنم. شیر گویا شروع کو وانک جادو کنک وقتی لبی شروع کتن لونتی لگتن تکان ورگا به طرف امیر ارسلان دم کو ایتی حال امیر ارسلان تغییر نکنده پشت شیرگویای لرزد پچه های پریادی کو ای بنی آدم حرام زاده زانو چه بسر بر روزگارتی بیارم به ای زم خنجرتو نازه
و پیرمرد حاجبی گوشت خنجر و زحم و خنجر زمرد نگار چه سیرین ای مادر به خطای پچکم. پیرمرد حاجب خنجر و زحم زمرد نگار چه کمر امیر ارسلان پچ کتن. آورتن برزه تک تک کر دست شیرگویای ایر کتن. آچ نهاد امیر ارسلان درد. دوباره شیرگویای وتی لب وتی لونٹ تکان داتن به طرف امیر ارسلانی دم کو. ساعتی صبر کو دیتی اثر نکن. گوشتی حرام زاده تا وقت ساحری سیر زانه یا ساحریه تی بدن تلس بنده کتا. پس هستین که بگشت این مادر به خطای ببرید در زندانه که پشت ای در هستین و آیه در بند بکشی تا بگوشون که چه باید بکنی. کشیشان سر زنجیر امیر ارسلان کشتن برت در میان زنجیرخانه در بند کت کشته و زندان به یک کشیشی همین نگهبانی سپرده کو. شیرگویا و پیرمرد حاجب گوشت برو یک اپریت دیم ده در کله سنگباران الحاق دیو بیارم. و پیر حاجب به دنا رفت یک چه اپریتان به دنبا الحاق دیو دیم ده. الحاق حرام زاده در برابر مامونیر نشته بیته که التماس و وصلی کد. مامونی را که زاداد تو ناسزایی گوشت و زایی داد بد و بیرایی گو. اپریت رسه در برابر الحاق تعظیم کد و گوشتی پهلوان خداوند شما را هزار کده. الحاق دیو چه جاگه پاد سپارش مامونیر گو اپریتان کتی که به طرف کله شیرگویا رفت. داخل کله شیرگویا بید در برابر تخت آیی به سجده کپ. شیرگویا پریاد کو پهلوان کجا بیتگه. عرضی کو که من در کله سنگ بارام به دوام دولت خداوند دوام کده عمرتا دوام کده. شیرگویا و تقدیر کده که بروی 40 روچی اردو پادشاهان پریزاد که به جنگ ما اتکگن بروی به هم بجنه. الحاق دیو عرض کو قربان امیر ارسلان و زحم زمرد نگار در اردو پادشاهان پریزاد هستیم. من چطور تا مقابله و آیا کنم. شیرگویا کندت گوشت امیر ارسلان رومی الان در بند من هستیم. گرفتار من کتا. زحم و خنجر زمرد نگار منی کردن. همه که الحاق حرامزاده یه مجده اشکوت انگار دنیای با داد. به اختیار برابر تخت شیرگویا به سجده کپ. عرضی کو قربان بمان علاج ای 300,000 لشکر گومن در مارچ روزگارشان من در کارو. شیرگویا گوشت آفرین به تو پیش بیا. الحاق پیش رفت. شیرگویا زحم زمرد نگار بایی داد به دست الحاق داد. وشتی بیای زحما با سیرین ببند به جنگا برو پیروزی نصرت به تو بیتن داتگو. الحاق زحم گفت سجده کو و عرضی کو قربان بمان خنجر زمرد نگار هم به بنده مرمت بکنی. شیرگویا گوشت هما زحم ترا کافی خنجر باید در نزد من ببی. در حال گفتگو تن که ناگان شیوان فریادی چست بی. شیرگویا جست کو که کن چه خبر هستین. عرض کو پیرمرد زاهد نگهبان کله سنگباران هستین. شیرگویا گوشت داخلی کنی بگندون چه گوشی. وجن شما شیع گوش داری چارون چون تیم 24 دکتین. سلامت باده.